این مادری تنها که از دو پای روان هم محروم است از رئیس جمهور خواسته است پسر جوانش را که 10 سال روانه زندان شده است ببخشد. او حکم دادگاه را ناعادلانه می‌داند. طور من فهمیدم این ماده برای آنهایی است که در جنگ‌های گروهی که با استفاده از یراق است تطبیق می‌شود. یعنی وقتی به خانه‌های کسی درآمده آنها را می‌زنند و مال و ملکشان را تصرف می‌کردند. اما اینها چیزی نداشتند. در پرونده این چیزها هست که در کوچه بحث شد و جبر دیده در دادگاه هم گفت که هیچ دعوایی ندارد. چرا به او 10 سال دادند؟ به نقل مادر عظمت پسر 24 ساله او 2 سال پیش با گمان راهزنی و تصرف مبلغ‌های یک مرد از سوی مقامات در جستجو قرار گرفت. عظمت بخبر از این برای کار به روسیه رفت. پس از بازگشت او مادر با امید آنکه مقامات وضع زندگی او را همچون یک مادر تنها به اینابت میگیرند پسرش را با دستان خودش به مقامات سپرد. بعد این کارم چندین مراتبه مرا طعنه کردند که چرا تو با دست خودت پسرت را به مقامات سپاریدی. من به عدالت دادگاهی باور داشتم. فکر میکردم که وضعیت مرا درک میکنند. پسرم هم زمانی دستگیر شدن چیزی نگفت. اگر گناه می داشت حتما که می گریخت یا نمی آمد. اما وی خودش آمد مرا گوش کرد. او میگوید تلاش‌هایش برای عادلانه بررسی شدن پرونده پسرش بی نتیجه بود. با یک مراجعت او در دادستان کل تاجیکستان گفتند حکم دادگاه قانونی است. خاصیت مردانова ساکن 49 ساله شهر ترسونزاده که معیوب گروه یکم است میگوید بعد از 25 سال زندگی یکجایه شوهر از او روی گرداند و تربیت 2 پسر به دوشش افتاد. به نزدیک سردی ها آغاز می شوند. من به بیرون برآمدن نمی توانم. خرید پول زیست به همه پسرم کمک می کرد. من به او خیلی نیاز دارم و می خواهم که او را آزاد کنند. از رئیس جمهور طلب دارم که او را ببخشند و آزاد کنند تا اینکه او به من کمک کند. مادر میگوید زندان پسر جوانش را هیچگاه اصلاح نمی کند و برعکس او را به یک شخص نالازم برای جامعه تبدیل می دهد. پسرم اختیاری به ارتش رفته خدمت کرده بود. فوتبال بازی نغز بود. از بس که مبلغ نداشتم نتوانستم که در این سمت کمکش کنم. محبس او را تربیت نمی کند بلکه تاثیر منفی می رساند. وی باوریش را به عدالت از دست می دهد. می تواند که آدمی بد شود. وی بسیار آدمی مهربان است. خاصیت مردانова میگوید از کسی کمک مالی طلب ندارد چون با وجود معیوبیش هنر خوبی دوزندگی دارد و زندگی را از این راه پیش میبرد اما میترسد که زمان پیری تنها میماند. تنها یک چی میخواهم که او را آزاد کنند، کار کند، من آیله دارش کنم، همسرش به من کمک کند. این مادر امید دارد مراجعت‌های به تکرارش به گوش مقامات میرسد و وضع صحتی او را همچون یک مادر تنها درک میکنند. پسرش با اظهار پشیمانی از زندان رها می شود و او را زمان پیری سرابان خواهد شد.